اینا اثری ازشون نبوده. این تا اینجای ماجرا. بریم سراغ قرآن خودمون. اینا همه پیش‌فرض می‌داشتید، حالا بریم اینجا و براتون یه یأجوج و مأجوج جدید میخوام رو کنم. یعنی بگم بطن دیگه وارد بطن دیگه بشیم. گفتیم حتی اذا بلغ مغرب الشمس، وقتی رسید به محل غروب خورشید، وجدها تغرب فی عین حمئه، خورشید را یا وجدها، اون مؤنث یعنی خورشید رو تو کجا غروب میکرد؟ تو چشمه گل. چه تایمی رسید؟ جغرافیا کجا بود؟ لوکیشن کجا بود؟ جایی که گلفشان بود و اینقدر زیاد بود، گسترده بود که تو دیگه میده خورشید میره این تو. که لوکیشنشو جلسه قبل بهتون نشوندم، در جمهوری آذربایجان. وجد عندها قوما، یه قومی رو پیدا کرد. قلنا، ما بهش گفتیم یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، دوست داری عذابشون کن، دوست داری عذابشون نکن، دست خودته. عجب جایگاهی داره، اجازه داره کسی عذاب بکنه، اجازه داره نکنه. عجب. خب یه قومی رو رسید که میگم دیگه اصلا اون همین وحوش بودن دیگه. بعد میگه حتی اذا بلغ مطلع الشمس، رفت معلومه اولین جا تو قرآنه که غروب بر طلوع تقدم داره. دقت کنه همیشه مشرق بعد مغربه، مشارق بعد مغاربه. اینجا یه قصه دیگه. من با کتاب ذوالقرنین شروع کردم، داریم دوباره می‌نویسیمش، پیش برداریاش اینا انجام شده بود. تو همین ایام کرونا من گفتم حالا بیکارم نیستم، داشتم همینا رو انجام میدادم. خدمت شما عرض بشم هم یه سخنرانی دوباره من ذوالقرنین رو انجام خواهم داد ان شاء الله، هم کتابش داره مستند نوشته میشه که برای همه قابل استفاده باشه. اونجا مفصل توضیح میدم. من میخوام برسم به همین موضوع یأجوج و مأجوج، فقط میخوام بگم. وجدها میگه مطلع شمس، یعنی هم توی قفقاز گفتیم جنگید، هم رفت سمت چی؟ اوراسیا، رفت سمت شرق و شمال شرق تا رسید به همون باز اقوام بدوی. وجدها تتلو علی قوم لم نجعل لهم من دونها ستر، به یه جماعتی رسید که اصلا اینا دیگه خونه نداشتن، کلا کوچ‌نشین بودن. آسمون سقفشون بود، همون خورشید سقفشون بود. منتها چرا نمیگه آسمون سقفشون بود، میگه خورشید سقفشون بود؟ مبنا رو با خورشید میگه، مغرب خورشید، مطلع خورشید. این به یه بطن دیگه برمیگرده، محل بحثمون نیستش. قرآن بعد اینجوری یه لفظ استفاده میکنه تو لایه‌های مختلف جواب میده. مثل این دکمه هاست که شیفت رو بگیری کل کارکرد دکمه ها عوض میشه. اما این دکمه سر جاشه، باید همون باشه. روی این یکی نوشته اچ، کنارش هم مثلا یه حرف فارسی نوشته، جفتش باید درست باشه. باز میریم جلوتر، اینجا مهمه. حتی اذا بلغ بین السدین، رسید بین دو تا سد. بین سدین، سدین مثنی، دو تا سد. وجد، پیدا کرد، من دون هما، بیرون اون دوتا قومن. این چه طرز آدرس دادنه؟ میگه رفت تهران، بیرون تهران یه قومی رو بگو نه هم بیرون تهران، قبل اینکه برسه میدیدشون دیگه. مبنای آدرس و لوکیشن دادن کجاست؟ چرا داری بین السدین و مبنا قرار میدی؟ نکته است، موضوعیت بین السدینه که میگه بین السدین اصل است، بیرون اونها من یه قومی رو پیدا کردم. خب این قوم چی بودن؟ لا یکادون یفقهون قولا، هیچ جوره نمیتونی اسمشون ارتباط بگیری که گفتیم تو ظاهر آیات کن همونی که شمال قفقاز بود، همون وحوش. اصلا میگه این کوروش رفت نمیتونست بینه حرف بزنه، اصلا هیچ. فقط بیاید آقا، بیاید آهن و مس برداریم بریزیم اینجا رو درست کنیم که نتونن سوراخ کنن توش رد بشن، آتیشش نزنن. چوبی درست میکردی آتیش میزدن. خب یه کاری کنیم که نتونن، که سنگا رو لا پر کردن، آورد بالا، آب صاف که کرد، گفت درستش کردیم. اونا گفتن دست شما درد نکنه. جالبه انقدر اینو بدیهی میدونن. مثلا ترجمه الهی قمیشه نمیشه تا چون رسید میان دو صد، دو کوه بین دو، داخل پنتوس خوش آمده، دو کوه بین دو کشور در شمال یا جنوب خاک ترکستان، آنجا قومی رفت که سخنی فهم نمیکردن و سخت وحشی و زبان نفهمیدن. یعنی خود الهی قمیشه مثلا اینجوری ترجمهشو، یعنی داخل پرانتز توضیحات داره، این جزء بدیهیات. قال یا ذوالقرنین، گفتن ای ذوالقرنین، ان یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اینا فساد دارن میکنن توی زمین. فهل نجعل لک خرجا، یه مایه‌ای بدیم، یه پولی به تو بدیم، ان تجعل بیننا و بینهم سدا،
دمت گرم یه سدی بزنی یه چیزی، ما پولش خودمون میدیم، زور ما نمیرسه به اینا. بیا ردیف کن، تکنولوژی نداریم، هر چی هست نمیتونیم، یه سدی بسازه، شر اینا ما راحت بشیم. قال ما مکنی فیه ربی خیرون. اون چیزی که خدا، اون تمکنی که خدا من داده خیلی بیشتر. پول تو بذار جلو آینه 2 برابرش. میگه پولی هم نگرفتن، خیلی آدم مشتی بود، ازشون خراجی نگرفت، مفتی ساخت. تو گفت فعینونی، خودتون باید بیاد کمک. از مردم همونجا کمک گرفت، از امکانات همونجا کمک گرفت که ما دیدیم حتی معادن مس و آهنشون که مال اصل مفرقه هنوز هست و برداشت میشد و یافته‌های باستانشناسی داره. اجل قرار میدم بینکم و بینهم ردما، شما صد میخوای من ردم میسازم براتون. خیلی خفن‌تر. خب بسم الله، آتونی زبر الحدید، پاره های آهن رو بیارید. حتی اذا ساوا بین الصدفین قالوا انفخوا، بعد دمیدن بر این آهن ها، ذوب کردن. حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیه قطره. حالا مثال رو بیارید بریزیم. فما استطاعوا ان یظهروه، نمیتونستن دیگه از روش رد شن. و ما استطاعوا له نقبا، نمیتونستن سوراخش کنن دیگه بیخیال شد. این مؤثر بود. از امام سجاد علیه السلام داریم، فرمود اللهم خدایا ما را نیروی عبادت بده و بدان شیطان را از ما بران، دور کن. بر سعی ما در راه محبت خود بیفزای و شیطان را خار گردان و میان ما و او حجابی قرار ده که برافکندنش را نتواند و سدی چنان استوان که رخنه کردنش عاجز آید. جالب، امام سجاد اینو در مقابل شیطان این لفظ رو استفاده کرده. وجعل بیننا و بینه سترا لا یحتکه و ردما مصمتا، یه ردمی قرار بده که هیچ کس نتونه ازش رد. تفسیر قرآن باید بری تو روایت اهل بیت. این واژه ها برای ما اون موقع تعریف میشن، میفهمیم یعنی چی. این 2 تا صد چی هن؟ که اینقدر مهمه، آدما رو میخواد توضیح بده. میگه اون 2 تا صد رو دیدی؟ بیرون اون 2 تا صد مردم منتظر بودن. واقعا از فصاحت به دور اینجوری حرف زدن، الا اینکه بخوای تو لایه‌های مختلف و بطون مختلف حرف بزنی، در آن واحد 10 تا حرف بزنی، یه جوری کد بنویسی 10 تا برنامه رو اجرا کنی. مثلا چی بگم من؟ اینم باز درست نیست اینی دارم میگم. این 2 تا صد رو نمیخواد. حالا رفتیم تو بطن بعدی که داریم شروع میکنیم. ماجرا کوروش رو توضیح دادیم، یهودی اشکنازی رو توضیح دادیم. این جلسه امروز اینه. این 2 تا صد رو خود قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فخشیناهم فهم لا یبصرون. ما جلوی بین ایدی یعنی بین 2 تا دست، یعنی جلوی یه نفر، ما جلوی اینا یه سدی قرار دادیم و پشت سدی قرار. اینا کیان؟ حالا ببین، اینا آدم خوبی نیستن. اینا که بین 2 تا صدن آدم خوبی نیستن. فخشیناهم، قشنگ سلفون پیچیشون کردیم جوری که هیچ گونه هدایت پیدا نکنن، به بصیرت نرسن. لا یبصرون، لا یبصرون، به بصیرت نرسن. حالا اینو مثلا یک کار کرده این آیه مثلا اینجا می‌خواستن نبیننشون، مثلا آیه رو می‌خوندن نمی‌دیدن، او یه کار کرده جداست. بریم تو معنیش که اصلا واضحه. حالا بریم روایت بخونیم. ابی جارود از ابی جعفر از امام باقر علیه السلام فی قوله و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فخشیناهم، یقول، یه فرمود فاعمیناهم، یعنی فهم لا یبصرون الهدی اخذ الله سمعهم و ابصارهم و قلوبهم عن الهدی، یعنی من جلو هدایتشون رو میگیرم، کور و کرشون میکنم هدایت پیدا نکنن، بس که بدن. یعنی کی صحبت؟ اینا آدمای بین 2 تا، اما اونایی که منتظر ذوالقرنین بودن چی بودن؟ مندونه، بیرون 2 تا صد بودن، یعنی اونا هدایت یافتگانن. جان بله. حالا این در مورد یه قوم فقط نیست، الان میرسیم در مورد کیه. چرا خدا همچین کاری میکنه؟ ببین، خدا در مورد هدایت و ضلالت
در قرآن لفظ یشاء استفاده میکنه. یهدی من یشاء یضل من یشاء. بارها گفتیم یرید تو زبان عربی یعنی اراده یک طرفه، به هیچ کی ربطی نداره، همین که دلم میخواد به شما چه. تو اراد الله شیئا فیقول له کن فیکون. من الان اراده میکنم میگم آب بخورم، ببخشید میشه جان، آبم نیست، پونه است، خورده گلوم گرفته زهر مار تلخ خب جوشونده پونه است. حالا اراده کردم ببخشید خیلی محترم، دوست دارم بندازم زمین، اینجا بیا کم بریزم بیارم، ببخشید خیلی من به شما هیچ ارتباطی نداره، نور خودم لپتاپ خودم اینجا بیا. اما حالا میتونم بگم این لیوان مال من، این لپتاپ من، میخوام بزنم تو کله شما، مال خودم دیگه. بیا داداش اینجا به اراده ما هم ربط داره، ما هم اینجا بالاخره وسط میمونه، همونجوری که شما اراده گوشی خودتون رو بکوب زمین، به من چه؟ بکوب تو کله من، میگم شرمنده، اونجا به من ربطی نداره، ارتباطی نداره، اینجا به من ارتباط. دومی یشاء، اولی یریده. یهدی من یشاء، بخوای هدایتت میکنه، بخوا خودت یه کاری میکنه دیگه هدایت برات میگیره. خدای ارحم الراحمینی که ببین چند بار برای همین یهود پیغمبر فرستاده، هی سر می‌بردن دوره پیغمبر انقدر دوره تا جایی که الان مثلا یه سر از همین مملکت خوب ایران میگم چرا کوروش برداشت اینا رو برداشت برد بهشون فلسطین فلان، میگه بابا پیغمبر خودش تو براشون میفرستاده، یعنی شما دیگه حاضر نیستید هدایتشون کنید، خدا بازم داشت هدایت می‌کره. این یه سنت دیگه است در قرآن، سنت امهال و استدراج. به یه مرحله بنده میرسه که هیچ نوری تو وجودش نمونه، این آدمو خودش مهلت میده که بیشتر گناه کنه، و استدراج یعنی تدریجاً درجه درجه بدتر میشه. این دشمن خداست، این با هیزم جهنم هیچ فرقی نداره. اولاک کالانعام بل هم اضل وقودها الناس والحجاره، یه آتش جهنم آدم و سنگن، لاغ و زغال سنگا دارن کوره ها رو درست میکنن، آدم هم میرزون لا، اوناست، نه در مورد این. خب ببین اینا کیان دیگه، چی کار کردن؟ میگه اصلا اینا دیگه نمیتونن بفهمن، کور کردن به دست خودشون تمام دریچه‌های نوری که داشتن. ولا یزید الظالمین الا خسارا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما این قرآن آفریدیم ما شفا و رحمت برای مؤمنین. همینو میگه به ظالم میدی ظلمش بیشتر میشه. دیدی مثلا برای یه مثلا آیه قرآن اینا فلانه، میگه بابا این اصلا امروز فلان مثلا علمیه، باز دوباره یه چیزی میگه، میبینه هر چی میگه بیشتر فوش میده، دیگه بی خیال میشه، اصلا میگه با این حرف نزنم. انگار به آتیش میخوای با بنزین خاموش کنی، همه چی رو به بنزین تبدیل میکنه، بعد میگه حالا بریز. اینجوریه. ببینیم اون صادق چی میفهمه. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون عقوبة منهم لهم حیث انکروا ولایت امیر المؤمنین و الائمة من بعد. این عقوبت کسانی بود که ولایت امیر المؤمنین و ائمه بعدش انکار کردن. عجب. پس ما داریم در مورد یه نژاد خاص اینا حرف نمیزنیم. چجوری من باید به شما اثبات میکردم که باید میرفتید سراغ علی؟ چرا ول کردید؟ باش نمیخواید هدایت. اجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم. من این سوره رو گذاشتم تو دای نوتبه تفسیرش کنم براتون، سوره یاسین. بعد این آیه کجاست؟ شروع آیات ابتدایی سوره یاسین. یاسین چیه؟ قلب قرآن. قرآن خودش قلب هستی، باز اون قلب قرآن. چی داره مگه سوره یاسین که باید قلب قرآن بشه؟ همینجوری بهش جهنم داره سوره از این آیات. الا که یه چیزی داره که من نمیبینم. اینجوری بگو یه فیلی هست تو این اتاق من نمیبینمش، برم بگردم پیدا کنم. چی داره واقعا سوره یاسین؟ همینه دیگه. بهشت اینجوری، جهنم اینجوری، ما اینجوری شما رو آفریدیم. بعد قصه چند تا از رسولان خودش و پیغمبر خودش هم ذکر می‌کنیم که اول 2 تا فرستادیم انکارش کردن، سومی رو فرستادیم انکار، چهارمی رو هم فرستادیم. بعد چرا اینجوری میگه؟ اول میگه 2 تا بعد 3 تا بعد شد، از اول گفت 4 تاشون رو فرستادیم دیگه. بیکاره، استغفرالله. میخواد الکی آیه پر کنه، اینم نیست که تا موجز و مختصر. خدا حتی عبا داره اسم آدما رو به ماکسیمین سینا رو میگه، یه دونهشون اسمشون نمیگه. مهم نیست اصلا. اما اینجا باید بگم اول 2 تا اومدن، بعد سومی اومد، بعد اون چهارمی از همه‌شون مهمتر بود، آشکارتر شد. عجب. یه قصه هست، یه چیزی هست ما نمیفهمیم. بله. اصول کافی جلد 1 صفحه 431 بهار، جلد 24 صفحه 332، تفسیر اهل بیت در مسلم جلد 12 صفحه 500. بله.
یعجوج و معجوج دستشان به کسانی میرسد که بیرون دوتا سدن. کیا توی سدن؟ کسایی که منکر ولایت امیرالمومنین و ائمه بعدشن. درست شد؟ اون کسایی که بیرون دوتا سدن منتظر ذوالقرنینن تا میرسه میگن کجا بودی تو؟ میشناسنش. سریع گفتم یه نجات اومده. در زمان این حرفو میزنن که همه چی با پوله. برای حتی به ذوالقرنین هم میگن به پولی بدیم ما رو راحتمون کنی از دست اینا. میگه نه خودتون باید بیاری. زبر حدید رو بیارید، پاره‌های آهن. ببین چطور استفاده کرده. ما از این برم داریم کسایی که تو آخرالزمان علم اهل بیت دوباره بلند میکنن، مقدمات ظهور فراهم میکنن، روایت میفرماد چی هن؟ کزبر الحدید، مانند پاره‌های آهن. از چی اسم میبره؟ از آهن و مس. آهن و مس رو چرا میگه؟ میتونست بگه، قرآن میتونست بگه و از آنها فلزهایی ریختن اونجا. چه اهمیتی داره؟ الان مثلا به جای مس روی بود، مثلا من و شما الان کشته بودیم خودمون، مفسرین خودشونو کشته بودن تو این 1400 سال مثلا، کاری کرده بودن؟ کاری میکردن؟ نه. اینا دقت وقتی داره ماجرا اصحاب کهف رو توضیح میده، چرا میگه سگ جلو در غار خوابید؟ اصلا سگ رو نمیگفتی، به حضرت عباس رو به کجا برمیخورد؟ یعنی ما میپرسیدیم، خبر داشتیم این همه آدمای دیگه هم دورشون کلی حیوان بوده. مثلا داشتیم پیغمبر گفت راستی گنجیش هم بالا یه لقه رد شد، راستی یه ماهی هم از زیر پاشون مثلا زیر دریا داشت رد میشه. اینا رو گفتی مگه اینجوری بگی؟ مگه اصلا مثلا کتابی هست که خود توجه ویژه مثلا رو حیوانات داشته باشه؟ نه. خدا میگه من اون برداشت یک روزی توی همین دنیا خواهند کرد که آقا این سگو من خودم آفریدم، حیوان خوبیه، بر نگهبانی خوبه، وفاداره، هوش نسبتا خوبی داره، اما بیرون در نگهش دار. خودت آسیب میبینی. چراییش؟ میریم جلوتر میفهم. اینجا مراد از یعجوج ماجوج چی هن؟ بله، سؤال امیرالمومنین، از امیرالمومنین سوال شد علیه السلام عن الخلق، در مورد خلق. فقال خلق الله 1200 فی البر و 1200 فی البحر. انقدر تو خوشگن، انقدر تو. و اجناس بنی آدم 70. خود بنی آدم هم گروه های مختلف و نژادهای مختلف هن. و ناس ولد آدم ما خلا یعجوج و ماجوج. ناس از ولد آدم هن، اما یعجوج و ماجوج نه ها. اینا آدم نیستن ها. عجب. تو این بخش یعنی گفتم یه اگه این بخوام باز بکنم بعد برم روی نژادهای مختلف و نمیدونم هومو ساپینس هایی که مثلا کجاها با ناندرتال ها ازدواج کردن. میدونید هومو ساپینس ها الان ما یه 2% 2 تا 4% ژن ناندرتالی هم داریم. اینا با هم ازدواج میتونستن بکنن. هومو ساپینس ها 300,000 سال پیش تو آفریقا سرکلهشون پیدا میشه. 100,000 سال تو همون آفریقا بیرون نمیرن، 200,000 سال پیش از آفریقا میزنن بیرون. اولین جایی هم که میان از ایران میان پخش میشن. چرا میان از ایران پخش میشن؟ جای خوبی بوده. شما با کمترین کوچ، همین خوزستان ما، با کمترین کوچ میتونستی دمای هوا رو تنظیم بکنید، زمانی که نه بخاری نه هیچ نه. یعنی شما الان خوزستان رفته باشید، سری با یه خورده کوها برید بالا، هوا خنک، بیاد پایین، تو زمستون میادن پایین کوچ نشینی میگن. یعنی جایی بود مناسب بود برای جنس بشر. خب بعد دیگه حالا موندن و عصرت نمیدونم کشاورزی و چی و چی و چی و ولش کنید دیگه. این اینجا نکته داره ها، پرانتز بسته، به وقتش راجع به این صحبت میکنم که الان هست مثلا فلان نژاد انسانی ژن ناندرتال بیشتر دارد. از قضا جالب ناندرتالا حجم سرشون کوچیک‌تر از ما بوده، بزرگتر بوده؟ بزرگتر بوده. 100 cc بزرگتر بوده، 1500. اما اون مغزشون که بزرگتره مال جای مهمی نبوده، مال توانایی حرکتی و بینایی بوده، ای بسا بویایی بوده. اونا نیاز داشتن بوده، اونا باید خوب میدیدن. از قضا تو مناطق سردسیر زندگی میکردن خیلی هاشون. تو همین اوراسیا و گل چند وقت پیش چیز میخواست تیکه بنذاره، یوال نوح هراری صهیونیست میخواست تیکه بنذاره به، حالا تیکه بود غیر تیکه، چون آدم علمیه. خب
میخواست متلک بندازه به این چچنیا، گفت اینا حاصل ازدواج ناندرتالا با فلانن. این متلکی بهشون انداخت به قول اینجوری. این میخوام بگم این نکته داره ها، فکر نکن من سادک که نمیسن پرانتز بس. اما اینا از بنی آدم نیستن. یعنی چی؟ خب اون تحلیل بعدی میشه این: چرا قرآن برخلاف کتب قبلی یه اضافه کرد؟ جوج و ماجوج بود، کد یعجوج و ماجوج. این هم بازی که از اعجازه. جوری لفظ رو استفاده میکنه. اولا که وجود داره، بدعت نیست. یاگاگ مگاگ، فقط جای گجه بذارید، درست. دوما عمدن میخواد فعل بسازه، یعنی توامان که داره اسم میگه فعلا باشه. عجب ریشه برش مومه. ریشه عججه، عجه. حالا یعنی چی؟ عجه یعنی سختی های گرما. اجاج آب شور تلخ میگن، شور و تلخ، سخت شور، آب شور، آب تلخ. عجاج برافروخته، شعله ور. تعجج حرارت شدید، گرمی، التهاب، اشتیاق شدید. یعنی هم ریشه به خلقت این موجودات داره که از آتشن، هم اشاره به آتش افروزیشون داره. بله، بطن بعدی راجع به جنیان داره صحبت میکنه که تو آخر الزمان سر کله‌شون ویژه پیدا خواهد شد و میان سراغ انسان ها. خب یه صلوات بفرست. محمد آل محمد و عجل فرجهم. بریم دوباره تو همون آیات تا بفهمیم چی گفته بود. عجب. یادتون باشه یعجوج و معجوج میگه سدی میزنه که تا کی میتونن تو پشت اون سد بمونن؟ بریم تا کی. از اینجا میفهمیم که آیات یعجوج و معجوج فقط آیات ذوالقرنین فقط کوروش نیست. چیزایی داره میگه که آقا الان کجا یعنی پشت کوه موندن؟ الان کل کره زمین شما میل به میل نگاه کردیم ماهوارا، اصلا رفت تمام کشورها خبر دارن تو مملکت خودشون چه خبره، جای پنهان که ندارن که. کجا اینا؟ چرا؟ چون قرآن صراحت داره که و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. قال هذا رحمت من ربی. اینجا ذوالقرنین میگه رحمت خدای من بود. فاذا جاء وعد ربی جعله دک. وقتی وعده خدام برسه اینو تیکه پارش میکنه. و کان وعد ربی حقا. وعده خدای من حقه. یعنی تا قیامت اینا پشت سده میمانند. خب همین الان کسی پشت هیچ سدی نیست. برام میگیم این دیگه تمام ماجرای کوروش. این یه چیز بسیار پیچیده تر تو بطن بعدی داره پیام میکنه. و دیگه ذوالقرنین مراد کوروش نیست. اینجا میگه ما حسن عسکری علیه السلام فهمید مثل فرزند من در میان شما و مثل ذوالقرنین است، صاحب دو شاخه. ببین چه اسمی استفاده کرده. یهودی‌ها گفتن، یهودی‌ها کوروش تو کتابشون اومده مرض داشتن، نگفتن کوروش کیه، گفتن اون چیزی که دراز زرد موزه. بعل هکرنیم، همونو برگردن به عربی. بعل شد زو صاحب، ها شد الف و لام، کرن شد قرن، یا میم مثناساس تو عبری شد یا نون مثناساس در عربی. بعل هکرنیم شد ذوالقرنین. آیا آمد قل سأتلو، بگو به زودی بهت خبر میدیم. حالا یه چیزی گفت اونوره که شست انداخت رو بن، گفت یعجوج ماجوج خودتون رفت جد آبادتون. خب دو برگشت گفت اما اصلیه میاد. سوالتی که دو قرون مهم نبود، تو اصلا مرض داشتی اومدی پیامبر سوالات سخت بپرسی که به اذیت بنازیش، جوابی که گرفتی خفه هم شدن و صدا ازشون در نیامد. خب اما وایستا تا آخر هم بگم براتون چی میشه. پس این نشون میده که تا روز قیامت این صد باقی میماند. از اون طرف هم داریم با ظهور حضرت ولی عجل الله تعالی فرجه الشریف شیاطین دیگه چی؟ آفرین. این مثل زمانی که باریکلا فلزش چی بود؟ بگید تمام. آیه قرآنه میگه ما کاری کردیم مس از زمین برای سلیمان میجوشید. این چرا اونجا مسو میگه؟ پیامبر بنی اسرائیلی که حکومت تشکیل داده، به غیر از او کی تونست حکومت تشکیل بده تو بنی اسرائیل؟ پیغمبراشون. داوود به غیر از سلیمان. داوود فلزش چیه؟ تو قرآن میگه ما آهن را برای او
اینجا اشاره به اون اساساً اشاره به اون تشکیل حکومت داره. اساساً سوره کهف سوره امام زمان. چرا؟ ببین چیکار میکنه. سوره کهف این در مورد کی حرف میزنه؟ در مورد یه آدمی حرف میزنه. اصلا پیغمبر بودنش هم اشاره نمیکنه. که پیغمبر اولوالعزم کنارش مثل بچه داره میدوه. موسی کنارش مثل یه بچه داره میدوه. سوال جواب داره. علمی داره، مأموریتی داره که پیغمبر اولوالعزم نداره. چه کشتی سوراخ کردی؟ چرا فلان میبینی؟ و باید اون آدم باشه، چون یک سری از مأموریت‌ها رو فقط او انجام میده و باید پس زنده باشه. یه جا بری کشتی سوراخ کنه، یه جا بری یه بچه‌ای رو یه دیواری رو فلان کنه ها. اینه دیگه. یه بچه رو کشت، یه دیوار ترمیم کرد، یه کشتی سوراخ کرد. همه اینا برای حضرت موسی سوال بود، نمیدونست. آخرم شکست خورد توی امتحان خضر. گفت هازا فراغ بین، تو صبور نیست، قرار سوال ما یه قرقر نکنی. که حضرت رسول میفرماد که صبور نبود موسی. اگر صبر میکرد چیزایی قرار بود ببینه. یه چیزی نبود که. تازه شروع کار بود. تا مرحله سوم نتونست ادامه بده. پس کسانی هستند که پیغمبر اولوالعزم هم بیشتر علم یک جای دارن. ببین بحثای مطرح شده که جایگاه حضرت موسی بالاتر است یا خضر، اینا من با اون کار ندارم. تو همین موضوع علمو دارم میگم. اون بحثش جداست، موضوع بحث ما نیست. دو، قصه افرادی رو اسم میبره که توی غار 300 سال زنده نگهشون داشت. میتونستن بمیرن مثل عزیر، بعد 300 سال دوباره زنده بشن. این اگه اینجوری بود ما سوالی میپرسیدیم؟ معجزه خفنیه. زنده بکنی دوباره آدمو. میگه نه، اینا رو زنده نگه داشتم. بهشون میگه اصحاب کهف و رقیم. 2 تا، یا اصحاب کهف داریم یا اصحاب رقیم داریم. اصحاب الکهف و رقیم چرا باید بگی؟ عجب. پس چرا ابا عبدالله امام حسین که این همه آیه در قرآن مال خودشه، بیان مال خودشو، پدر مادرشو، برادرشن، ویژه در مورد اهل بیته، انما یرید الله لیذهب، چرا میگن روی نی؟ کدوم آیه رو میخوند؟ رو نیزه؟ ام حسبتم ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. فکر کردید فقط کار عجیب در مورد اصحاب کهف و رقیم بود؟ میگه اونجا که بالای نی قرآن میخونه از زینب، این آیه رو داشت میخونه. از سوره فجر میخونه، سوره خود امام حسینه، آیه تطهیر میخونه، آیه ولایت میخونه، آیه نمیدونم چی سوره حل عطا رو میخون. همه اجماع دارن در مورد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چرا باید این آیه رو بخونه؟ چرا شما به اهل بیت میگید کهف الورا؟ چرا تو سر شعبانی میگه الکهف الحسین؟ چرا اهل بیت رو اهل کهف صدا میکنید؟ پس همونجا هم دارن. من اون تا الان هنوز سخنرانی نکردم، همینجا اشارات کردم. همین جوری در مورد ذوالقرنین عرض کردم، همین جوری اصحاب کهف مو به مو آیاتشون در مورد اهل بیت. شگفت زده میشید. خب شگفت زده میشید. اونم ان شاءالله به شرط حیات طلبتون. بعد پس اینو داشته باشید. 2 تا از اینا حکومت تشکیل دادن در بنی اسرائیل. اینجا میخواد یه حکومت تشکیل بشه. علم بالاتر از پیامبر اولوالعزم، آدمایی که عمر طولانی میکنن. 3 ذوالقرنین، حکومت از شرق تا غرب زمین. این ستار جمع کنی یه جا کیو داره میگه؟ یعنی قصه سوره کهف و ماجرایی که داره تعریف میکنه قشنگ داره چیزایی که از نظر ذهن تو بعیده رو داره دور میکنه. مگه میشه نفر خلون کنه؟ میگه این کارو قبلا هم کردم داداش. خب دیگه بر کل عالمش حکومت کرد. بله کردم در زمان ذوالقرنین. فرموش بزرگترین امپراتوری تاریخ اساس جمعیت امپراتوری هخامنشیان است. همه اینو میدونن. همه میدونن اینو. قبلا کردم. دیگه چی میخوای؟ یعنی پیغمبری چی؟ شما مگه نگفته آخرین پیغمبر اومد؟ یعنی یه کسایی، بله یه کسایی هستن. بله قبلا نشنید رو همین قرآن؟ هیچ کس به حضرت رسول نمیرسه. اشتباه نکنی وقت برداشت قال اینو مفصل، چون من نگرانم میام تیکه صحبت ها بیاد بیرون. هیچ کس ما اشرف مخلوقات میدونیم پیامبر. امیرالمومنین انا عبد من عبید محمد، اینا تو فرمان. اما دار نداره همین خاندان او میگه اهل بیتم. اینا کار جمع خواهند کرد. در روز قدیر تو خطبه قدیر یک بخشش فقط در مورد حضرت ولی عصره.
که این بخشش ما فقط من کنتم الله فاز علی مولا میگیم، تموم شد، گازشو میگیریم میریم. 17-18 صفحه خطبه قدیره. میگه اصل ماجرا رو او جمع خواهد کرد. صاحب 2 شاخه بل کرنیم. صراحت حضرت دانیال تو آیات بعدش چیه؟ تو همونجا میگه لمد اول پاراشا ملخ، پادشاه ملک، پادشاه مادها و پارساست. 2 شاخه رو به هم وصل کرد. پدرش پارس بود، مادرش ماد. ماندانا مادرش، اشتوبیگو، اشتیاگ، آستیاگ، زحاک، همین اسم پدر بزرگش. از این طرف هم پسر کوروش، پسر کمبوجیه، پسر کوروش، دوباره کوروش اول بود. میگه این 2 رو به هم وصل کرد و یک امپراتوری بسیار بزرگ تشکیل داد. 2 شاخه رو به هم چرد، نه 2 شاخ 2 شاخه. از این طرف هم حضرت ولی است، 2 شاخه رو دوباره به هم میرسونه. میگه پدر بنی اسماعیلی، مادر بنی اسرائیلی، حضرت نرجس. در روایت داریم چهره بنی اسماعیلی است، هیکل بنی اسرائیلی است. و جدای روایت دیگه است. برای اینکه دهن یهودی‌ها رو ببندی باید نسبت از کجا منتقل بشه؟ مادر. خب این واسه تو. این طرف جلو اعراب بخواد کسی حرف نزنه، میگنم از سمت پدر. حجت رو باید همه جوره تموم کنی. پس اینی که ذوالقرنین رو انتخاب میکنه این کلمه رو، خدا این واژه رو